جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشید. با آرزوی قبولی طاعات، روزه و عبادات برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید. من در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و در رحمت خدمت الله و شما برکاته. سلام باشیم. طبق روال معمول با سوالای SMS برنامه را آغاز می‌کنیم و بعد از آن شماره تماس شما که باید تماس بگیرید با آن زیرنویس خواهد شد و لطف کنید مثل همیشه سوالا را آماده داشته باشین به صورت مختصر و از طریق گوشی تلفن به صحبتتون وقتی که تماس گرفتین ادامه بدین لطفاً. جناب مولانا بیننده گفتن که در زمان روزه آب بازی اگر انسان بکنه مشکلی در روزه به وجود می آید یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. شنا کردن در حالت روزه از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی رو ندارد. یعنی فردی که روزه هست میتواند که در آب فرو برود، سرش رو زیر آبم فرو ببرد و شنا بکند. از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی رو ندارد، منتها باید مواظب باشد که در هنگام شنا آبی در گلویش فرو نرود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن یه طفل 3 ماهه دارن و همسرشون هم از نظر جسمی سالم هستن اما به خاطر شیر دادن به بچهشون گفت روزه نمیگیرد، چه کار باید بکنن؟ بله، برای مثلا جواز خوردن روزه یا فرض نبودن روزه بر زنی که بچه شیرخوار دارد لازم نیست که حتما مادر رنجور باشد و بیمار باشد و صرفا همین که بچهش نیاز به شیر دارد و اگر روزه نگیرد شیر خودش کافی نیست برای تغذیه کودکش. این از نظر شرعی جز مواردی هست که مجاز هست چنین فردی، ولی اینکه خودش از نظر جسمی توان روزه را دارد اما چون که کودکش در واقع نیاز به غذا دارد اگر روزه بگیرد غذاش فراهم نمی شود، در این صورت می تواند که روزه نگیرد و به جای این روزه در ماه مبارک رمضان بعد از رمضان و زمانی که بچهش یه مقدار بزرگتر شد باید به جای تعداد روزهایی که روزه نگرفته دوباره بعد از رمضان روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان را زیرنویس بکنید و همچنین از بینندگان عزیز باز تمنا دارم که لطف کنید سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین، همچنین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین. بیننده بعدی گفتن که من تکلیف معده دارم، نمیتوانم روزه بگیرم، از طرف دکتر از روزه منع شدم، آیا میتوانم فدیه را به فامیلای خود مثل خواهر و برادر خود بدهم؟ از نظر شرعی کسی که مشکل معده دارد و نمیتواند روزه بگیرد، خودش هم احساس میکند که نمیتواند روزه بگیرد و پزشکش هم توصیه کرده که روزه نگیر و این از نظر شرعی معذور و بیمار شمرده میشود و از نظر شرعی هم میتواند که روزه نگیرد و به جای روزه فدیه بدهد و در مقابل هر روزی که روزه نگرفته به یک مسکین غذا بدهد. اما این بستگی به توان خود فرد دارد. احیانا شاید پزشکی بگوید توصیه بکند که روزه نگیر اما خود شخص
میداند که میتواند روزه بگیرد و برای روزه گرفتن مشکل چندانی برایش پیش نمی آید و عوارضی که روزه گرفتن داره برایش قابل تحمل و خیلی عادی هست، در این صورت باید روزه بگیرد. اما اگر واقعا نمیتواند روزه بگیرد و پزشک مؤمن و مسلمان و ماهری هم بهش گفته نباید روزه بگیرید، در این صورت میتواند روزه نگیرد و به جای هر روز از روزهای رمضان که روزه نگرفته به یک نفر مسکین غذا بدهد. یعنی حضرت انس رضی الله تعالی عنه هم در آخر عمرشون که به خاطر بیماری نمیتوانستن، به خاطر کهولت سن نمیتوانستن روزه بگیرن، یک میهمانی میگرفتند و حدود 30 نفر مسکین رو دعوت میکردند و این کفاره روزه های نگرفته ایشان بود. و اگر کسی که نمیتواند روزه بگیرد حکمش همین هست، یعنی به جای روزه هایی که روزه نگرفته به تعداد روزه هایش افرادی رو دعوت کند، یه چند مسکین غذا بدهد، یا اینکه پول هم که بدهد از نظر شرعی اشکال ندارد، به هر نفری معادل 1.5 کیلوی گندم یا حتی کمترش هم اگر بدهد از نظر شرعی اشکالی نداره و درست است. جزاکم الله خیر. تازه بینندگان وصله و اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. بفرمایید بیننده گرامی. از طریق گوشی تلفن لطفاً به صحبتتون ادامه بدین. تشکر میکنم از این بیننده. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. برادر گرامی صدای شما وصل، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. من باز بینندگان خواهش میکنم وقتی تماس گرفتین دیگه منتظر نباشین صداتون از تلویزیون بشنوین، چون واقعا صدا داره دیر میاد و خود بینندگان متوجه هستن که بعدا متوجه میشن که صداشون وصل بود و صحبت نکردن. این فرصت به دستشون رسید که در مقابل این هزارها تماسی که هست وصل بشن ولی باز هم نتونستن سوالشون رو مطرح بکنن. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. ظاهراً تماس مشکل پیدا کرده. چرا دوباره بگیریم. بیننده بعدی از سال SMS پرسیدن که لطفاً در مورد زکات توضیح بدهید. زکات از نظر شرعی حق مالی هست که الله متعال بر مال انسان مسلمان مقرر کرده که در این مال یک حق و سهمی مشخص شده رو الله متعال این رو برای فقرا و مساکین قرار داده و اموالی که از نظر شرعی زکات به اونها تعلق میگیرد معروف ترینشون پول نقد هست و اصلش همون نقره و طلا بوده که امروزه پول نقد جایگزین آن شده. هم بر پول نقد زکات هست و هم بر نقره و طلایی که انسان داشته باشه. بر اموال تجارت، کسی اگر اهل تجارت هست، مغازه‌ای دارد یا کارش تجارت هست، ابزار کار زکات ندارند، خود ابزار و وسایل کار، اما وسایلی که خرید و فروش می شوند از نظر شرعی زکات دارند، غیر از زکات حیوانات، گوسفند و گاو و شتر که زکات دارند و همچنین حبوبات. در مورد زکات مال یعنی زکات پول، معیاری که در این زمینه مشخص هست 85 گرم طلای 24 عیار هست. یعنی یک فردی سرمایه داشته باشه به معادل قیمت 85 گرم طلای 24 عیار. این شرط اولش هست برای وجوب زکات، یعنی انسان حتما باید مالک نصاب باشد. نصاب یعنی سقفی که در شریعت تعیین شده برای آغاز شروع زکات و وجوب زکات که همون 85 گرم طلا یا 20 مثقال طلای 24 عیار هست.
و شرط دومش این است که 1 سال کامل بر آن بگذرد. یعنی شما طلایی را دارید 85 گرم یا پولی را دارید که معادل 85 گرم طلای 24 عیار هست. تا زمانی که این پول نزد شما 1 ساله نشده زکاتی بر آن تعلق نمیگیرد. این وقتی از تاریخی که این پول به حساب شما واریز شده 1 سال کامل اگر گذشت، سال بعد در همان روز بر شما زکات واجب هست و مقدار زکات 2.5% هست. مقدار زکات 2.5% یا 41 هست. همون مالی رو که دارید، پولی رو که دارید و حساب شما چقدر پول دارد، اون را کل تقسیم بر 40 بکنید. 1 قسمتش رو باید به عنوان زکات به فقرا و مساکین بدهید. و تعجیل در زکات یعنی قبل از سال زکات دادن از نظر شرعی اشکالی ندارد. شما یک موردی رو سراغ دارید که یک فردی هست که نیاز دارد، شما زکات خودتون رو قبل از سال، قبل از اینکه زکات بر شما واجب بشود و مال شما 1 ساله بشود، زکات خودتون رو پرداخت کردید. 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه قبلش این اگر زکات مالتون رو پرداخت کردید قبل از اینکه سال کامل بشود، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی و ممانعتی در اینجا وجود نداره. منتها زکات شما از همون سر سال شروع می شود. شما قبل یعنی سال بعدش هم از این تاریخی که امسال زکات دادی زکات بر شما لازم نمی شود. از همون سال اصلی یعنی همون 3-4 ماه بعدش که مال شما 1 ساله می شد، از اون تاریخ شما باید زکات بدهید. و تأخیر در زکات از نظر شرعی جایز نیست. شما زکات مالتون الان به نصاب زکات رسیده، امروز باید زکاتش رو پرداخت بکنید. اینو گذاشتید 1 ماه بعد، 2 ماه بعد زکات رو بیرون میکنید، این از نظر شرعی جایز نیست، مگر در صورتی که به خاطر مصلحت یک فقیری باشه. شما الان زکات خودتون رو بیرون کردید، از مالتون جدا کردید، اما منتظر هستید که فرض کنیم یکی از همشهریاتون مسافرت میرود به شهر شما، این مال رو دست اون بدید، پول رو دست اون میدید که به شهر شما ببرد و در میان فقرا و مساکین تقسیم بکند. این از نظر شرعی اشکالی ندارد، اما بدون عذر تأخیر کردن در پرداخت زکات از نظر شرعی درست نیست. درست. تشکر از شما. یعنی بعدی پرسیدن که آیا یک زن میتواند در فضای مجازی مثل فیسبوک صفحه باز بکند، پیام بگذارد و کامنت ها رو رد و بدل بکند، لایک بکند و همچنین در پاسخ لایک ها مثلا بگوید جانم، عزیزم، تشکرهای اینجوری؟ از نظر شرعی چیزی رو که الله متعال دستور داده به امهات المؤمنین و رسول الله صلی الله علیه و سلم به عموم مسلمانان توصیه کردن این است که زن نامحرم و مرد نامحرم نباید با همدیگر مراوداتی رو داشته باشند و صحبتی رو رد و بدل بکنند مگر در مواردی که ضروری هست. مواردی که ضروری هست، فرض کنیم کسی در بازار نیاز به خرید و فروش دارد، یک زنی در مسائلی نیاز به استفسار دارد، نیاز به طلب فتوا و طلب علمی رو دارد، این موارد از نظر شرعی استثناء هستند. اما در موارد عمومی انسان نباید خودش رو در معرض فتنه قرار بدهد. صحبت کردن با نامحرم، مرد باشد چه زن باشد، این در واقع خودش رو در معرض فتنه قرار داده. تا جایی که ممکن هست باید سعی بکنند که از این موارد پرهیز بکنند و خود خطاب کردن با الفاظی که در واقع فتنه انگیز هست و شهوت برانگیز هست، خطاب به جنس مخالف از نظر شرعی اشکال دارد. نباید چون این الفاظی نباید رد و بدل بشود. اصل صحبت کردن بدون مورد و بدون نیاز خودش هم اشکال دارد، جایز نیست خلوت با زن نامحرم. و این ولو اینکه در یک گروه باشه یا در واتساپ یا موارد دیگر باشه، این در واقع یک نوع خلوت شمرده می شود. اصل صحبت بدون مورد از نظر شرعی هم جایز نیست، چه برسد که این حرفهای عاشقانه‌ای باشه و در واقع حرفهایی باشه که افرادی که قلبشون بیمار هست دچار تزلزل بشوند یا فکر بکنند که طرف مقابلشون یک فرد در واقع هست که پایبند اخلاق نیست و انسان نباید موجبات گمراهی خودش را و گمراهی دیگران را و موجبات به گناه کشیدن خودش و دیگران را نباید فراهم بکنه. تشکر میکنم از شما. معذرت میخوام از بینندگان عزیز به خاطر مشکل فنی که پیش اومد. تماس ان شاء الله وصله و دوباره تماس رو میگیریم. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید.
سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. من سوال داشتم که به خاطر دمای رمضان ما در تاریخ 6 رمضان تا 10 رمضان ما مریض موارد شدم. با تاریخ 2 روز پیش در تاریخ 27 باز من مریض شدم، عادت موار که نمیفهم به حکمش چه قسمت. باز 15 روز ما مریضم که روزیم چطور میشه. حالا ما روز اول روزه گرفتم، در 2 روز نگرفتیم، نمیفهم حکمش چی است. درست. سوال دیگه هم دارین؟ دیگه سوال دیگه میشه که وقتی که عادت معانه میشه در نیم روز آدم مریض میشه، همون ساعت آدم روزی خود بخوره یا روز خود کامل کنه؟ و دیگه ای که وقتی که پس پاک میشه در وقت آخر میشه آدم چاشت پاک شوه یا دیگر شوه، اینا چی وقت در نماز صبح پاک آدم نمیباشه که خدا بشویه؟ در روز تعطیل روز آدم میشویه خدا روزه خدا همون روز بگیره یا نه؟ چطور است؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر بسیار زیاد. خدا من روزه و نمازتان را قبول کنه. سلامت باشین. تشکر از شما. خوش آرام باشه. خدا سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صحبت کنید. الو. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. الو. بفرمایید. ببخشید یه سوال داشتم من. اگه مثلا من چند روزی روزه گرفتم، شب یادم رفته نیت بیارم، آیا روزه من درست هستش یا نه؟ خوشحال میشم اگه حتما جوابمو بدید. درست. سوال دیگه ندارین؟ نه، دستتون در نکنه. انشالله. تشکر از شما. خدا. در این روزایی که روزه گرفتی سحری خورده بودید حتما؟ انشالله خودتون توضیح بدین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. الو. خسته نباشید. سلامت باشین. تو ماه مبارک رمضان اگر کسی روزه بگیره ولی تراویح نخونه روزه قبول نمیشه؟ سوال دیگه هم دارین؟ اگر روزه بگیره ولی تراویح نخونه روزه قبول میشه؟ انشالله پاسخ دریافت میکنید. سوال دیگه ای ندارین؟ باشه. خداحافظ. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هدایت الله از شهر فرامپور شما را زحمت میتونم. یک 3 سوال دارم. سوال اولتون؟ سوال اول این است که با تیمم میتونه آدم جماعت بده؟ یک. و دوم این که زن و شوهر که با جماعت استاد میشوند، یعنی امکان چی ترتیبات و چی باید بکنن؟ یعنی با هم جماعتی بخونن، نماز جماعت بخونن؟ بله. و دیگر در بین 2 سجده غیر از سبحان اللهم اغفر لی یا رب اغفر لی کدام آیت دیگه هم هست یا باید آدم بگویه؟ و یا یک سوال دیگر هم دارم. در دعای قنوت که ما میخوانیم ما نفی، خب بعد از میتونیم مثلا یک سوری دیگر از سبحان ذی الملک و الملکوت را بخوانیم یا نه؟ همین سوال مگه جواب بدین دیگه. با جمله همکارای تا با برو با عزت با دین اسلام باشین. خدا حافظ شما. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. الو. بفرمایید دیگه. من از آقلا تماس میگیرم. در خدمت شما از هستم. آقلا. برادر عزیز از آقلا در خدمت شما هستیم. ترکمن. بله. من الان 10 سال بچه دار نمیشم. رفتم دکتر ناامید کردم. خب مشکلش داشتین؟ بعدش هم این دکترها گفتن که تخم از خودت میگیریم. گفتن تخم معتم از آزمایشگاه داریم، اینطوری زن بچه دار میشه. گفتن غیر اینطوری دیگه بچه دار نمیشه. سوال دیگه ندارین؟ همین.
نماز روزتون هم قبول باشه. سوال مولوی است. یعنی مشکل از شما هست، میتونند که به صورت مصنوعی نه از همسرمه. خب اگر که تخمک از ایشون مشکل از همسرمه. یعنی ممکن نه نیست تخمک از خودشون نه که تخمک از یه جا دیگه میارن دیگه، از من میگیرن که تخمک. زنم تخمک نداره. بسیار توضیح. درست. تشکر از شما. حافظ. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. نماز و روزتون قبول باشه. سلام ببخشید جناب استاد، من یه سوال داشتم. بفرمایید. جناب استاد ببخشید، خروج المزی در روز رمضان با تلاعب مع الزوجه، این هل یفسد الصیام؟ سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، متشکرم از برنامه سلامت خوب باشید. مقدس شما. السلام علیکم و رحمت الله علیکم و السلام و رحمت الله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو بفرمایید بیننده گرامی. به سوال حق. به سوال حق و سوال شهریتون لطفا. بله، میخواستم بگم من توی امارات زندگی میکنم، فردا مسافرم، اگه ایران 30 روز باشه اینجا 29 روز باشه باید 30 روز روزه بگیرم یا نه؟ بعد سوال دیگرم، مزی روزه هم افطاری بر روزه دارم یا نه؟ یا باید نه مزی آمدن آیا برای روزه برای نماز که بله، ولی خب برای روزه آیا کفاره چیز داره یا که چیزی شامل نمیشه؟ درست. سوالتون واضحه است؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. ببخشید، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میشه وقتی صحبت میکنم صدای پخش نشه؟ والا اگر بعد از برنامه وقت باشه تماس بگیرین. الان خب ممکن نیست. چند دقیقه بعد از برنامه؟ بلا فاصله بعد از برنامه. باشه. هر چیز زودتر بهتر، یعنی چون وقت افطارم است. خدا. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. مولانا 11 سال گرفتیم تماش کنیم چون زیاد وقت نمیشه، 25 دقیقه تقریبا. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی الان صداتون وصله، فقط صحبت نمیکنید، نمیدونم چیکار کنیم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید صحبت کنید. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. وقتی میخواستم بدونم کسی که 2 بار در روز مثلا استفراغ کرده آیا روزش باطل هست یا خیر؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا سلامت باشین. تشکر از شما. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی. میگم که برنامه پرسش و پاسخ. چه چیزی؟ الو. صداتون وصله، لطفاً سوال بپرسید. سلامت باشه. از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین. باشه. سلام دارین؟ علیکم السلام. الو. بفرمایید، صداتون وصله. زنده باشیم. برای فشار کاری داشتیم ما این ماه مبارک رمضان نتونستیم ما روزه بگیریم، بعد هفته هم بود، گرمم بود. خدمتتون. بله، روزه نگرفتین؟ میگم برای ماه مبارک رمضان امسال نتونستیم روزه بگیریم، خیلی گرم بود و کارگریم ما، مشکلی داره با همون؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید. هفت گروه در زیر عرش کردگار
محشر جای بگیرند و قرار، خلقم در سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب. لیکن آسایه دارند و نعیم در پناه لطف رحمان و رحیم، خوشلق و خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاه عدل و داد، آن که خلق از او نکردن آه و داد، عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس، در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد طاعت در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین، چون که از مسجد شود یک دم رها، روحی او گردد از جسمش جدا. چهارمی آن مومن بهر خدا، مومن را دوست گیرد از وفا، بهر حق با او سلامی میکند، بهر حق از او جدایی میکند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز، با خداوند میکند راز و نیاز، از سری شوق و محبت بر خدا، قطره ای اشک بریزد در قفا، دیدگانش تر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلب او مانند تاق. ششمی آن که زن صاحب جمال، سوی خود را بخواند با سؤال، مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا، قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف است سرشار از مهر خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان، میکند انفاق در سر و نهان، کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از ید چپ بخبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین، روز و شب کشیم اندر این قیام، تا به دست آید چنین جای و مقام، تا به دست آید چنین جای و مقام.
افگرو در زیر هر شکیدگاه روزی محشر جای بگیرند و قرار افگرو در زیر هر شکیدگاه روزی محشر جای بگیرند و بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلامی دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده گفتن که در ماه رمضان در تاریخ 6 تا 10 عادت ماهانه شدن و دوباره بر اواخر در 27 عادت شدن. حکمش چیز؟ روزه بگیرن یا نه؟ همان گونه که این خواهرمون فرمودند که روزه نگرفتن، حکم شرعیش این است که این عادت دوم شمرده می شود. در میان اونها 15 روز پاکی بوده، ایشون روزه گرفتند و 27 وقتی که عادت شدند، یعنی این عادت ماهیانه دیگری هست و حکم شرعیش هم این است که در این ایام نمیتونند نماز و روزه بگیرند. درست. جزاکم الله خیر. اگر در وسط روز رمضان عادت ماهانه بیاید، آیا باید روزه رو کامل بکند یا افطار؟ ولی تفاوتی ندارد که عادت ماهیانه در اول روز آغاز بشود یا در وسط روز یا حتی در آخر روز. فرض کنید 5 دقیقه مونده به غروب اگر کسی عادت ماهیانه بشود، یعنی این که این روزش از نظر شرعی معتبر نیست، چه اول روز باشد، چه وسط روز باشد، چه آخر روز باشد، قبل از اذان اگر عادت ماهیانه شروع بشود، یعنی این که این روز جز روزها شمرده نمی شود، باید به جای این روز یک روز دیگر روزه بگیرد. اگر وسط روز پاک شود؟ اگر اول وسط روز هم پاک بشود، حکم شرعیش این است که این روزش از نظر شرعی معتبر نیست، فقط زمانی معتبر هست که قبل از طلوع فجر یا قبل از اذان صبح اگر پاک شده باشد، حکمش این است که روزه بگیرد، ولی اینکه مجبور بشود که غسل را بعد از اذان انجام بدهد، بعد از اذان فجر یا بعد از طلوع فجر این غسل انجام بدهد. اگر قبل از فجر و قبل از بامداد پاک شده، حکمش این است که فرداش را باید روزه بگیرد. اما اگر بعد از بامداد، بعد از اذان فجر پاک شده باشد، ولی اینکه اول صبح هم پاک شده باشد، حکمش از نظر شرعی این است که این روز جز روزهایی است که نمیتواند روزه بگیرد و به جای این روز یک روز دیگر باید روزه بگیرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که چند روز روزه گرفتم اما نیت نکردم، حکمش چیه؟ این در واقع نیت کردن روزه بدون نیت، یعنی عملا بگیم که ممکن نیست، خصوصا در ماه مبارک رمضان هست و همه میدونند که روزه گرفتن ماه مبارک رمضان فرض هست و فرداش هم روزه میگیرند. خود همین روزه گرفتن یا بلند شدن برای سحری یا در فکر اذان بودن که اذان گفته یا اذان نگفته، یا صبح که بیدار شدن در فکر روزه هستند، شب هم وقتی که میخوابند در فکر روزه هستند، میدونند که رمضان هست، فردا باید روزه بگیریم. همین نیت هست، یعنی همین نیت شما کافی هست. لازم نیست که حتما هر شب شما در ماه مبارک رمضان مثلا قبل از خواب بگید که نوایت ان اصوم غدا، مثلا فردا میخوام روزه بگیرم. این تلفظ لازم نیست. خود این که شما تصمیم روزه را دارید یا برای سحری بلند شدید و سحری خوردید، یعنی این که شما نیت دارید و روزهتون کاملا 100% صحیح و درست. جزاکم الله خیر. اگر کسی روزه بگیرد اما تراویح نخواند، آیا درسته؟
اشکالی در روزه به وجود نمی آورد. اینا دو تا عبادت جداگانه هستند. روزه مخصوص روزه های ماه مبارک رمضان هست و تراویح و قیام شب مخصوص شب های ماه مبارک رمضان هست. دو تا عبادت جداگانه هستند و هیچ ارتباطی با هم دیگر ندارند، جز این که هر دو تا در ماه مبارک رمضان هستند و تشویق شده در ماه مبارک رمضان به صیام روزه ها و قیام شب های ماه مبارک رمضان، اما به صورت تنهایی هم قابل انجام هستند. یعنی اگر کسی روزه گرفت تراویح نخوند هیچ اشکال نداره، ثواب روزه به اون میرسد. کسی بنابر عذری روزه نگرفت اما تراویح خوند اشکالی ندارد، باز هم ثواب تراویح به اون میرسد و روزش رو باید دوباره قضا بیاورد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که آیا میشه کسی که تیمم کرده امام شود؟ بله، جمهور علما نظرشون بر این است که تفاوتی ندارد. همون طهارتی رو که با وضو حاصل می شود در صورتی که انسان معذور باشد و برایش تیمم جایز باشد، تیمم هم همان حالت را دارد، یعنی همان طهارت را که مجوزی هست برای انجام عبادت در واقع حاصل می شود و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد که کسی که تیمم کرده امام بشود برای مقتدی هایی که اونها وضو گرفتند. هر دوتا طهارت شرعی دارند و نماز هر دوتاشون هم درسته، هیچ اشکالی ندارد، هم امامت درسته و هم کسانی که پشت سر چنین امامی نماز میخونن نمازشون درست است. منتها در مذهب امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه گفتند که بهتر هست اون کسی که وضو دارد اون امام بشود، اما به اتفاق اگر کسی که تیمم دارد امام افرادی که وضو گرفتن با آب اگر امامشون بشوند از نظر شرعی نماز همهشون درسته و اشکال ندارد. درست، تشکر از شما. اگر زن و شوهر بخوان به صورت جماعتی نماز بخوانند روششان چگونه باید باشه؟ می توانند که جماعت بخوانند. روشش این است که حتما باید مرد امام بشود. از نظر شرعی جایز نیست که زن امام بشود مگر در صورتی که تمام مقتدی ها زن باشند. اگر تمام افرادی که مأموم و مقتدی هستند زن باشند در این صورت جایز هست که زن امام بشود و اگر در غیر این صورت ولو اینکه حتی یک مردی هم وجود داشته باشد اون مرد باید امام بشود. زن و شوهر وقتی میخواند که نماز با جماعت بخونن باید شوهر امام بشود و زن مقتدی هست و شوهر جلو می ایستد و مرد پشت سرش در صف اول، یعنی در کنار شوهر سمت راستش نمی ایستد بلکه پشت سر امام و پشت سر شوهرش باید در صف اول بایستد. جزاکم الله خیر. در سجده غیر از گفتن رب اغفر لی دعای دیگری هم وجود داره؟ در دعای بین سجدتین هست. در دعای بین در سجده هر دعایی رو که بخواهید جایز هست و اشکالی ندارد، هم دعای مأثور و هم دعای غیر مأثور، یعنی دعایی که در حدیث اومده هم جایز هست و دعایی که در غیر حدیث هم که در حدیث هم نیامده باشه باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فاکثروا فیه من الدعاء، در سجده زیاد دعا بکنید فقمن ان یستجاب لکم. اما در میان سجده ها هم در واقع اذکاری وجود دارد که حتی در مذهب امام احمد رحمت الله علیه این اذکار بین سجدتین هم جز واجبات نماز هستند. حتی اذکار بین سجدتین هم از دیدگاه امام احمد رحمت الله علیه جز اذکار هستند. حتی این حداقلش این است که همین رب اغفر لی را آدم بگه در میان دو تا سجده، رب اغفر لی رب اغفر لی. و این دعاهایی است که ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه در سنن نسائی و ابن ماجه و شیخ البانی هم تصحیح کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان سجدتین میگفتند رب اغفر لی رب اغفر لی، یعنی این جمله رو دو مرتبه تکرار میکردن. تکرار این بیشتر از این هم اشکالی نداره، یعنی یک فردی بگه 3 مرتبه بگه رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا بیشتر بگه در میان دو تا سجده از نظر شرعی در واقع اشکالی رو ندارد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از یک رکنی برمیخواستند تا زمانی که به رکن و حالت دوم میروند، حضرت انس از اگر اشتباه نکنم روایتش میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه طولانی میکردن نمازشون رو ما فکر میکردیم که ایشون یادشون رفته. این وقتی که از سجده مثلا بلند میشدن به اندازه می نشستند که ما فکر میکردیم که یادشون رفته که دوباره بروند به سجده، یا وقتی که از رکوع برمیخواستن به اندازه تأخیر میکردند که ما فکر میکردیم که فراموش کردن. و معمولا نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم یکسان بوده، قریب به هم دیگر بوده، یعنی رکوعش با سجدهش نزدیک به هم بوده، سجدهش با بین سجدتین و رکوعش با قامهش، یعنی بعد از اینکه از رکوع بلند میخوان اینا نزدیک به هم بوده، به
استثناء قرائت و التحیات آخری، قعده آخری که معمولا طولانی تر بود و دعای بیشتر میخوندن. بقیه نمازش معمولا در یک حد و در یک سطحی بوده. این روایت ابن ماجه هست که عرض کردم رب اغفر لی رب اغفر لی، و روایت دیگری از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه از در سنن ابو داود و ترمذی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای طولانی تری رو میخوندن، اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی، که این دعایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده در میان دو تا سجده. و در برخی از روایات سنن ترمذی هم وعافینی هم اضافه شده، وعافینی وارفعنی، وعافنی وارفعنی، که مجموعاً 7 کلمه هستند. اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی وعافنی وارفعنی. این 7 کلمه هستند که این 7 کلمه رو و صیغه های یعنی تقدیم و تأخیر داره این جملاتی که بنده عرض کردن، اما به هر کیفیتی که بخوانند از نظر شرعی اشکال نداره و بهتر این است که انسان پایبند همین موارد باشه. فقط همین 2 مورد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان 2 سجده ثابت شده. جزاکم الله خیر. آیا می شود بعد از قنوت سبحان ذی الملک و الملکوت خواند؟ بله، در نماز وتر بعد از قنوت یعنی لازم نیست که حتما انسان باید یک دعای مشخصی را بخواند، گرچه دعایی که در مذهب امام شافعی هست یا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیشتر بر اون عمل میکنه، هر دوتاشون جایز هست که هر کدام رو خوندن جایز هست. اگر هر دوتا رو با هم خوندن جایز هست، اگر غیر اینا رو خوندن باز هم جایز هست. یعنی هیچ الزامی نداره که شما حتما باید فلان دعا رو بخونید در دعای قنوت. هر دعایی رو خوندید کم و زیاد کردید از نظر شرعی هیچ اون اشکال نداره. بعد از این که دعای قنوت این شافعی یا حنفی رو خوندید، بعدش هم میتونید که دعای دیگری رو هم بخونید. هیچ گونه اشکال و ممانعت و کراهت شرعی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر. یعنی بعد گفتن که خانمشون تخمک ندارن برای وضع حمل و ولادت و دکتر رفتن گفتن که تخمک خود مرد رو میگیرن و تخمک ماده رو از آزمایشگاه از جای دیگری میگیرن، یعنی تلقیح مصنوعی. آیا درسته؟ تلقیح به اصطلاح مصنوعی از نظر شرعی فقط یک موردش از نظر شرعی جایز از اشکال نداره و اونم زمانی هست که در واقع تخمک و اسپرم از خود زن و شوهر باشند. اسپرم از خود شوهر بگیرند، تخمک رو از خود زنش بگیرند و نمیتونن به صورت طبیعی تلقیح و بارور بشند. اینها رو به صورت به اصطلاح مصنوعی تلقیح میکنن، دوباره در رحم کاشت میکنن. در صورتی که تخمک و اسپرم هر دوتا از زن و شوهر باشه، در این صورت هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست. اما در صورتی که تخمک از یک زن دیگری باشد یا این که اسپرم از یک شوهر دیگری باشد، اینا از نظر شرعی تلقیحشون جایز نیست و حرام هست و برخی از علما هم این جایز قرار دادن. در صورتی جایز هست که زن دومی که تخمک از اون گرفته می شود اون هم همسر همین مرد باشه. یعنی یک فردی رو فرض کنیم که 2 زن داشته باشه، زن اولش به صورت طبیعی باردار نمی شود یا اصلا تخمک ندارد، می توانند که از تخمک زن دوم بگیرند و در رحم زن اول کاشت بکنند. از نظر شرعی برخی از علما فتواشون بر این است که این اشکالی نداره و نظر من هم در این مورد این است که اگر از زن دوم یعنی همسر خود این شوهر باشه، همسر دیگرش اگر تخمک گرفته بشه و در رحم همسر دیگری همسر اولش مثلا کاشت بشه، از نظر شرعی این اشکال نداره، اما صورت‌های دیگرش ناجایز هست. جزاکم الله خیر. خروج مزی در حالت روزه هنگام تلاعب با همسر آیا روزه رو باطل می‌کند یا نه؟ و بیننده دیگری هم پرسیدن که آیا کفاره هم دارد یا نه؟ مداهبت در ماه مبارک رمضان از نظر شرعی اشکال ندارد. یعنی عشقبازی در میان زن و شوهر از نظر شرعی در ماه مبارک رمضان هیچ گونه اشکال و ممانعتی رو ندارد، منتها به شرطی که این منجر به همبستری نشود. اگر زن و شوهر یعنی کنترلی دارند در خودشون، این هیچ گونه اشکالی ندارد و بوسیدن در ماه مبارک رمضان و در حالت روزه اشکالی در روزه به وجود نمیاد، ولو اینکه منجر به خروج مزی بشود، یعنی مایه آبکی رنگی که معمولا در هنگام تحریک جنسی از زن یا از مرد خارج می شود، این باعث شکستن روزه نمی شود و موجب غسل هم نیست،
بلکه تنها یعنی وضو رو میشکند و باید که وضو و طهارت حاصل بکنند و حکمش هم این است که خود این آب و مایع نجس است، اگر به لباس یا بدن اصابت بکند باید شسته بشود. اما ولو اینکه عمدی باشد، چه عمدی باشد یا عمدی باشد یعنی به صورت مداعبت و اشبازی بین زن و شوهر باشد، یا غیر عمدی باشد یا یک خیالی در ذهن انسان بیاد و چون این حالتی بهش دست بدهد، از این در هر دو صورت روزش کاملا درست هست، روزه نشکسته، فقط وضو شکسته و باید وضو بگیرد. تشکر از شما. یعنی بعدی گفتن که ساکن امارات هستن و میخوان به ایران سفر بکنن، آیا اگر امارات رمضان رو 29 روز اعلام بکنند و در ایران رمضان 30 روز باشد، با کجا عید باید بکنه؟ اصل بر این است که هر کسی در هر کجا قرار گرفت، یعنی در شب عید در کجا بود، از نظر شرعی باید با مردم عید بکند. اگر در یک جایی بود که فرض کنیم مردم عید کردند، خب عید بکند. اگر در جای دیگر بود که مردم عید نکردند، از نظر شرعی نباید عید بکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند روز عیدتون همون روزی هست که همه عید میکنند و وقتی که عید کردند شما هم عید بکنید، اگر عید نکردند شما هم نباید عید بکنید. تشکر از شما. آیا استفراغ روزه رو باطل میکنه؟ استفراغی که غیر عمد باشه شکننده روزه نیست، به خاطر بیماری باشه و یعنی غیر ارادی باشه، ولو اینکه چندین بار در روز هم تکرار بشود، 2 مرتبه 3 مرتبه ایشون پرسیدند، این از نظر شرعی شکننده روزه نیست، مگر اینکه استفراغ عمدی باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که عمدن استفراغ کرد، من استقاء فلیقضی، اگر کسی به زور خودش رو وادار به استفراغ کرده، استفراغ عمدی بود، در این صورت روزه شکسته و یک روز باید به جاش روزه بگیرن. اما اگر غیر عمدی بود، به خاطر بیماری یا هر مورد دیگری بود، به خاطر یک وضعیتی که به اون دست داده بود، از نظر شرعی شکننده روزه نیست و باید روزه خودش رو ادامه بدهد، مگر در صورتی که استفراغش به اندازه‌ای باشد که به هیچ عنوان توان ادامه روزه رو نداشته باشد. در این صورت حکمش همون حکم بیمار هست، از نظر شرعی میتواند روزه‌اش رو بخورد و یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد، اما به مجرد استفراغ کردن و محض استفراغ کردن روزه نمیشکند. جزاکم الله خیر. ببینید بعدی گفتن کارگر هستن و در روز کار میکنن و فشار کاری روشون هست، هوا هم گرم است، روزه نگرفتن، الان باید چی کار کنن؟ ایشون باید ماه مبارک رمضان رو یعنی مرخصی میگرفتند، کارشون رو به تأخیر میانداختند، وقتش رو تغییر میدادند، یعنی هر راهکاری رو که ممکن بود که روزه بگیرند باید وقتش رو عوض میکردند و یعنی سعی میکردند که روزه میگرفتند. این حکم شرعی در مورد ایشون بود. اما الان که روزه نگرفتند، از نظر شرعی حکمش این است که به تعداد روزهایی که روزه نگرفته باید بعد از رمضان روزه بگیرد، که هر کسی بنابر هر عذری، چه بیمار بوده باشد یا بیمار نبوده باشد، چه مسافر باشد یا مسافر نبوده یا در شهر خودش بوده، عمدن روزه نگرفته، از نظر شرعی گناهکار هست. این کسی که عمدن روزه رو خورده و روزه بر اون فرض بوده، غیر از مسافر و غیر از کسی که بیمار هست. و حکم همه این است که بعد از ماه مبارک رمضان باید به جای این روزها که روزه نگرفتند، به تعداد همین روزها باید روزه بگیرند. فدیه دادن برای کسی که توانایی روزه را دارد، فدیه دادن جایز نیست و فدیه دادن مخصوص کسانی هست که به صورت کلی معذور هستند و نمیتوانند اصلا روزه بگیرند. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که مریض هستند و از قطره بینی استفاده میکنن در این ماه مبارک رمضان تا اینکه سر و بینیشون باز بشه، آیا روزه اش اشکال پیدا میشه؟ نه، قطره در واقع یک نوع علاجی هست که تأثیری در معده ندارد، ولو اینکه مسیرش مستقیم هست، اما باز هم یعنی در حکم خوردن و آشامیدن نیست. در صورتی که به خاطر نیاز شدیدی باشه، انسان اولا باید احتیاط بکنه، زیرا که در مورد قطره بینی برخلاف قطره چشم و قطره گوش یک مقدار حساسیت بیشتری وجود داره. برخی از علما معتقد هستند که این جزء شکننده های روزه محسوب می شود، اما اگر بنابر نیازی باشد و انسان بیمار هست و مجبور هست که استفاده بکند، نظر بنده این است که روزش نشکسته، ولو اینکه طعمش رو در حلق خودش و در گلوی خودش هم یعنی احساس بکند، باز هم روزشون درسته، منتها در وقتی که نیاز باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، در مورد استنشاق یا آب در بینی کردن مبالغه بکن مگر این که روزه باشی.
یعنی در وقتی که روزه هستی باید مواظب باشید که از طریق بینی آبی وارد بدن شما نشود. اما اگر بنابر بیماری و عذری بود از نظر شرعی یک قطره اشکالی نداره و شکننده روزه هم نیست. جزاکم الله خیر. بیننده از تاجیکستان پرسیدن که اگر در جایی باشیم که نگذارن ریش بگذاریم و نتوانیم هجرت هم بکنیم، آیا ریش تراشیدن گناه هست یا خیر؟ در صورتی که انسان مجبور باشد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. اگر من شما رو دستور دادم به یک کاری انجام بدید، یعنی وقتی که یک حکم شرعی بر شما نازل شد از جانب الله و رسول، بر شما لازم گشت که فلان کار رو انجام بدهید، شما تا جایی که وسع دارید و توان دارید این رو انجام بدید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال هر انسانی رو بر اندازه موقعیت و جایگاهی که دارد مؤاخذه می‌کند. اگر شما در یک جایگاهی هستید که نمی‌توانید که ریش رو نگه دارید و محاسنتون بلند باشه، شما رو اذیت می‌کنند یا اهانت می‌کنند، می‌گیرند، به زور می‌تراشند، از نظر شرعی گناهی برگردن شما نیست و شما می‌توانید که در این صورت، یعنی به خاطر پرهیز از اذیت و آزار کسانی که مخالفت می‌کنند یا حکومتی که نمی‌گذارد که شاعر اسلامی رشد بکنند، شما در این زمینه گناهی رو ندارید و گناهش برگردن کسانی هست که این قید و شرط‌ها رو بر مردم می‌گذارند و مردم را نمی‌گذارند که شاعر دینیشون رو انجام بدهند. جزاکم الله خیر. آیا گرفتن وضو قبل از غسل مثل غسل جنابت واجب است یا نه؟ وضو گرفتن قبل از هر غسلی تفاوتی نداره که غسل جنابت باشه یا غسل عادی باشه، جز سنت های وضو هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت حضرت عایشه و حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها این مطلب رو کاملا بیان کرده، کیفیت غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از غسلشون وضوی کامل می گرفتند. یعنی قبل از غسل وقتی میخواستند غسل بکنن دقیقاً وضو میگرفتن، همین وضویی رو که برای نماز میگرفتن، دقیقاً برای نماز مثلا وضو میگرفتن، یعنی این که ابتدا به قول معروف و قول عامیانه زیراندام میگرفتند، یعنی عورت خودشان را میشستند و پاک میکردند و بعد از آن وضو میگرفتند، یعنی تمام اعضای وضو رو کاملا میشستند، پاها را میشستند. این قبل از وضو بود. برخی از علما میگویند اگر انسان در جایی غسل میکند که یعنی در جایی هست که آب زیر پاش جمع میشود، فقط مثلا صورتش رو، دستش رو، دستها و صورت را بشوید اما پاها رو نشوید، زیرا خودش در معرض آب مستعمل هست، آب کف حمام به اصطلاح جمع میشود، در این صورت پاها رو بگذارد در آخر پاهای خودش را آب بکشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از هر غسلی، چه غسل به اصطلاح واجب باشه یا غیر واجب، وضو میگرفتن، دقیقاً همین وضویی که برای نماز میگرفتن و بعد از آن غسل میکردن و غسل کردن یعنی تمام بدن را آب گرفتن، زیر دوش رفتن که تمام بدن را آب بگیرد. این در واقع میشود غسل شرعی، یعنی در ابتدا وضو بگیرد و بعد تمام بدن خودش را آب بکشد. اگر کسی وضو نگرفت به صورت کلی و مستقیم رفت زیر دوش، از نظر شرعی باز هم طهارتش درست است، منتها با نیت طهارت رفته باشه، با نیت این که مثلا از جنابت پاک باشد، با نیت این که طهارت حاصل بکند که بتواند نماز بخواند. این وضو خودش یک نوع طهارت جداگانه هست و غسل یک نوع طهارت جداگانه و کاملتر هست. این اگر کسی قبل از غسل وضو هم نگرفت باز هم غسلش درسته و با این غسل میتواند که نماز بخواند ولو اینکه بعداً وضو هم نگیرد. تشکر از شما، خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه ما بودن و برای بهتر شدن کیفیت برنامه منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا